بچه‌ها حالتون چطوره؟ من اومدم با هم یه روتین بریم بعدم بخوابم. الان دقیقا ساعت 3 صبح و من واقعا خوابم میاد. میخوایم با هم یه روتین بریم بعدم بخوابم. من اول کلا کانالمو یه پیج اینستا زدم، پیج فرید رو من تصمیم گرفتم چند تا پیج جدید دوباره زدم ولی خب موفق نشدم، بازم فرید. الان میخوام تو یوتیوب فعالیت کنم. فعلا من میخوام با هم صحبت کنیم. حالا دوستای زیادی دارم که اینجا میان برامون چیز میفرستن، داستان میفرستن، داستان زندگیشون رو میفرستن و واقعا خیلی باحال داستانشون. دوست دارم براتون تعریف کنم و شما گوش کنید. بعد اینجا هیچ چیزی لاکچری و دروغ نیست و همه چی واقعیه. دوست دارم کنار هم بیشتر باشیم و با هم صحبت کنیم. من میخوام از زندگیم بگم. آنارم 26 سالمه، متأهلم، با پارتنرم زندگی میکنم. خانوادم دورن از من و من توی شهر دور و غربت دارم زندگی میکنم و بیشتر تایم من تنها هم. حالا کلی صحبت دارم که با هم انجام بدیم. خوشحال میشم کنارم باشید و اینجا کلی دوست پیدا کنم. این هم سروم آبرسانی من که خیلی مناسب پوستم و وقتی که دارم استفادهش میکنم کلی صورتم بهتر شده و واقعا آبرسانی و زیر پوستم حس میکنم. حالا اگه بهتر بود و واقعا راضی بودم ازش بهتون معرفی میکنم، شما حتما تهیهش کنید و استفاده کنید. موهامونم باز کنیم، فردا یه روتین برای موهامون بدیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب بهتون نره. فعلا خدا نگهدار.